سلام دوستان. ست کنترل از سه قسمت دوکی شکل، محفظه میانی و برد و صفحه کنترل تشکیل شده. داخل این محفظه دوکی شکل یه پیچ داریم برای تنظیم فشار که این فنر و این دیافراگم روش قرار میگیره. وقتی آب وارد سیستم میشه از سمت پایین، این شیره یه طرفه باز میشه و فشار باعث حرکت این قطعه میشه و وقتی این قطعه حرکت میکنه روی برد به این شکل قرار میگیره و برد به این صورت داخل این میخوره. این قطعه انتهاش آهنرباه و این آهنربا وقتی داخل این حرکت بکنه این ریدرله رو تحریک میکنه. این ریدرله وقتی تحریک میشه پمپ روشن میشه و وقتی پمپ روشن بشه این کلید داخل رو به سمت بالا حرکت میده و آب وارد از این قسمت وارد سیستم میشه و وقتی ما آب مصرفی رو میبندیم این برمیگرده و اینجا یه قطعه آهنربایی داریم که این ریدرله رو تحریک میکنه و پس از 10 ثانیه فرمان خاموش شدن پمپ رو میده. در قسمت انتهایی یه پیچ تنظیم فشار وجود داره که ما میتونیم برای افزایش فشار اینو در جهت راست بچرخونیم و برای کاهش فشار سمت چپ بچرخونیم.